السلام عليكم دخترات، خلينا سوزن خوبين سلامتون خوبه همه نقصتینج دخترکو خشروم خیلی وقت میگم که شما را یک گپ بگم دیلیون نمیشم. خاکنم امروز توکل به خدا میکنم، میگم تون توکلتون به خدا اتپسات میکنین روحتون سفید. من دخترات توجیکی را نمیدونم، توجیکی گفزده نمیتونم. اینا میشمو مرا گوش میکنین نمیفهمین، برام قمی نویسین که پای چیزا بونه گفزده یا اینکه اپا توجیکی را نمیدونی، توجیکی را گپ زدن نمیتونی. اپاش ما با توجیکی گپ میزنین نیوخی نمیدونم توجیکی را، اینا فقط ازبکی گپ میزنم. اینا میپرسن نمی زبان ما ازبکی، برای اون قشمون نمیفهمین. تو پردامی غلط آدمی الختش منا خود توجیکی ختونا نشناسین. بونه اگر که ما دویم کلمه هما اومیخته کنم با زبانی روسی، با زبانی انگلیسی یا که با زبانی عربی، خیلی نفهمین. میگم که هو یا که 24 ساعت بشینم خیلی گفتم انگلیسی عربی گپ زدم، خیلی میگم نفهمیدن. توجیکی گپ زدیستم نمی همه کلمه هم توجیکی های یگون بار اگر که پدپیسچیک بگم یا اینکه بگم که میکس کدام یگون کلمه، یک کلمه اگر در بین بیاد دیگه من توجیکی را اومیخته نمیکنم که اهمیتم نمیتین. یا که شما فقط می اهمیت میتین که خلادیلنی که چی بدر کمنته های ایش چی بدر کمنته های خلادیلنی که من دخترو در کمنته های این معنی را نداره که من جدا شده که من یا قطعی و قطعی نمیخرم. نه، خلادیلنی برای نمی با من زخرک در انجام موندگی که ساعت 2-3 شده پویو نفرم